اما در مسئله شب قدر را واقعا برادرای عزیز، یعنی روزهای کم مانده است، روزهای با شمار. چخیلی که الله تعالی گفت که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. در جای دیگر ایام معدودات، روزهای با شمار، روزهای به شمار، یعنی تیز میگذرد. ببینید به نظرم همین سال از همه رمضان که تیز گذشت و هر سال تیزتر گذشتن میگره نسبت سال گذشته، چون که ما به قیامت نزدیک شدیم، روزها تیز میگذرد. و عموما این 5 شبه که باقی ماند غنیمت دانید برادرای عزیز. و بهترین عبادت در این شبها نماز است. اگر کسی تواند بعد نماز خفتن، یعنی تراویح خواند، بعدی تراویح تا بامداد با نماز خواند، این بهتر است، چون که این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم در دهه آخر با نماز میگذرانیدند. حتی صحابه ها ما از سحری میترسیدیم، یعنی از حسابی وقتی سحری کردن هم گاهی نماز میخواند صلوات الله و سلام علیه. بنابراین و ظاهری حدیث هم همینه میگوید من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدیث بخاری و مسلم است. کسی که شبهای قدر با نماز گذراند، قامه یعنی که نماز گذارد و نماز را سیسته، شب زنده داری کند و مثلا به قرائت قرآن، به عبادت، دعای و ذکر گذراندن اجازت است، لیکن اصل نماز است. اگر از نماز خسته شود میتواند یه مدت نشسته مثلا قرآن خواند، یه مدت ذکر کند لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و حمده علی کل شیء قدیر 100 مراتب، مثلا استغفر الله و اتوب الیه 100 مراتب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، یا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد 10 مراتب بعد هر یک دعا مثلا. اینم اجازت است، لیکن خوبش نماز است، چون که نماز هم صلوات دارد، هم قرآن دارد، هم ذکر دارد، هم رکوع و سجده دارد، هم قیام و نشست دارد، همه کارها را در نماز اجرا میکنه. بنابراین بهترین عمل نماز است. وقتی که بعضی آدم ها گفتن که من استطیع قیام اللیل، ما شبها نماز شب خواندن نمیتونیم، به ابن مسعود گفتن که اقعدتکم ذنوبکم، شما را گناهاتون مزمین کننده است، یعنی برجا مانده کرده است. استاد ما شیخ عبدالرزاق بار نقل کرده بودن که میگن شب در مسجد نبوی اتفاق چنان افتاد که در پشتی یه آدمی نماز گذاشتم که یعنی در صفی از من پیشینه آدمی بود، یک پا داشت و کرسی هم مانده بود، عصا هم دارد، یعنی که 20 رکعت نماز راست ایستاده خواند و بعد این با نماز قیام میشه 10 رکعت با 3 رکعت ویتر 13 رکعت، یعنی 4 رکعت خفتن، 2 رکعت سنت، 20 رکعت تراویح میشه 26 رکعت. بعد از اون 10 رکعت نماز تهجد، 10 رکعت دیگه بر ضمن 20 رکعتی تراویح، 30 رکعت با ویتر، همین یک پایه راست ایستاده خواند و از من یک صف پیش بود. میگم بعد مسئله مزمین به خاطر من، مزمین یعنی شخصی برجا مانده، آدمی که اینولید است، دست و پاش شکستگی هست، خسته نمیتوند، نشسته نمیتوند، سجده کرده نمیتوند، معیوب است. مزمین میگن، مزمین یعنی برجا مانده. بعد فکر کردم که برجا مانده شخصی نبود است که پای ندارد یا دست ندارد، بلکه برجا مانده حقیقی آن آدمی که دست و پای بتون دارد، سلامتی دارد و لیکن خا میرد. او برجا مانده است، بیچاره نمیتونه خسته نماز کند. برجا مانده حقیقی آن است که قدرت دارد و خا رفته است، نه این
بنابراین برادرای عزیز کوشش کنید شبای کمون اگر ملال بیاد بله طهارت نو کنید، در دیگر خانه‌تان در آمده نماز خوانید، در مسجد خوانید، با همراهی اهل و عائلتان 2 رکعت 4 رکعت جماعت شده خوانید، با بیایید به اتاق خودتان با علاهیده خوانید. خلاصه مانده شدید ذکر کنید، مانده شدید یک مثلا قرائت قرآن کنید، دعا کنید، به دیگر عبادت گذارید. ولی اگر جد و جهد در شما باشد نماز خوانید.